بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، حدیث در صحیح امام مسلم است 2185 از مادرم عایشه رضی الله عنها: كان اذا اشتكى رسول الله صلی الله علیه وسلم رقاه جبریل. مادرم عایشه میفرماید که هنگامی که پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم یگان جاش که درد میکرد، از یگان درد شکایت میکرد، جبریل علیه السلام برای او رقیه میخواند. قال: بسم الله یبریک، به نام الله تو را شفا بخشد، از این بیماری را از تو دور کند. و من کل داء یشفیک، و از هر یک بیماری تو را شفا دهد. و من شر حاسد اذا حسد، و از هر یک بدی حسد کننده که حسد میکند یا که حسد میخورد. و شر کل ذی عین، و از بدی هر یک چشم کننده، انسانی که چشم میکند از بدی همون پناه میبرد. باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم در صحیح جامع 6104 حدیث میفرماید که در مسئله که زنی که به یعنی نامناسب به شوهرش میکند، به نام نسب شوهرش، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من انتسب لغیر ابیه، کسی که خود را نسبت میدهد به غیر پدرش، کسی که خود را نسبت میدهد به غیر پدرش، ای پدرش، ای فامیلش، ای باباش، یا کسی است یا به چی قومش نیست، فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، پس بر او لعنت الله است و فرشتگان و همه مردم. باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم درباره وسوسه که در نماز می شود از ابی علا ان عثمان ابن ابی العاص اتى النبي صلی الله علیه و سلم. ابی العلا که عثمان ابن ابی العاص پیش پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله، ای رسول الله، ان الشیطان قد حال بین صلاتي و قراءتي. هر آینه شیطان بین من و بین نمازم و قراءتم، یعنی قرائتی در نماز میکند از قرآن، میگوید که یعنی که مرا دور میکند، جدا میکند بین نمازم بین قراءتم، یعنی وسوسه میکند که من فکرم دیگر جایها رود و از قرائت و از نماز دور شوم. یلبسها علی، یعنی که حتی وقتی که شیطان که میبرد بعضی وقت انسان چی میشود، در همون قرائت خطا میکند، فراموش میکند. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ذاک شیطان یقال له خنزب، این همون شیطانی است که اون شیطان نامش چی است؟ نامش خنزب است. فاذا احسسته فتعوذ بالله منه، هنگامی که او را حس کردی که در نماز را وسوسه میکند، پس بگو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وادفل على یسارک ثلاثا، و از با طرف دست را چپت سه بار تفکن، تفی خیلی سخت نه و تفی همین مثل کف میکنی، هم خیلی کن. قال، پس گفت که ففعلت ذلك، عثمان ابن ابی العاص گفت که همین کار کردم، فاذهبه الله عنی، پس همون شیطان از الله عز و جل از من دور کرد. یعنی انسان با اخلاص باید کند، حتی اعوذ بالله گفتنش هم با اخلاص باشد که پناه میبرم به الله از چی؟ از شر بدی شیطان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به چی؟ به تو از الله از شیطانی چی رانده شده. به همین سبب ان شاء الله الله دور میکنه.